ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. بیننده‌های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبت ما استاد ارجمند با اونی رئیس شورای علمای دینی ولایت سوخت استاد خواجه میر. استاد خوش آمدید میگم. بیننده‌های ارجمند، امروز ما تصمیم گرفتیم در یک موضوع صحبتی داشته باشیم با استاد در مورد قسم خوردن. قسم جایگاه استفاده آن و عاقبت آن. هر یکی در زندگی میخواهد وقتی حق بودن خودش اثبات کند برای باوری بخش بودن سخنش گاه قسم میخورد، گاه در حالت خشم قسم میخورد، گاه در حالت قسم میخورد که ناگهان از زبانش میبراید. در این مورد دین مبین اسلام، تعلیمات قرآن کریم چی میگوید؟ استاد عزیز، این سوال اولین من نیست، از همین مورد است که قسم خوردن خود چی معنا دارد و قرآن در این مورد چی میگوید؟ مرحمت. به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و رحمت الهی به حضرت محمد مصطفی علیه السلام. حقیقتا وقتی که ما به پیش از نزول قرآن به زمان جاهلیت نگاه میکنیم، بعضی عادت‌هایی که در قرآن ذکر شدن، بعضی ویها رو خداوند مدح میکند، بعضی هاشون مذمت میکند. اینها در زمان جاهلیت بودن، زمان پیش از نزول قرآن بودن. از آن جمله قسم خوردن هم در زمان جاهلیت بود. اکنون خداوند کلمه قسم در قرآن یعنی یمین میگوید. یمین ما وقتی با معنای لغویش نگاه میکنیم، یمین و یسار این راست میگم، راست معنای راست هم میتد. چرا خداوند در قرآن عظیم الشان این قسم به کلمه یمین آورد؟ چون که در زمان جاهلیت وقتی که به جای قسم خوردن آدم ها یک چیزی اگر اساسی باشد دست راست همدیگر میدهند، برای ویها قسم حسابیده میشود. از اون معلوم میشود که خداوند در قرآن عظیم الشان مادامی که این کلمه یمین ایمان قسم ها گفته ذکر کرده است، این از زمان جاهلیت گرفته شده. یعنی در زمان جاهلیت وقتی که قسم خوردنی باشند اگر دست راست همدیگر میگیرن به همدیگر میدارن و قسم حسابیده میشه. اکنون الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان بیان میکند، از آن جمله در سوره مائده در سوره 89 لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. من همین آیت ما نگاه میکنیم، خداوند میگوید که خداوند در قسمهای لغو شمایان را عذاب نمیکند. اکنون از این معلوم میشد است که قسم سه خیل میشود. یکم قسم لغو که خداوند در همین آیت ذکرش کرده است. دوم قسم در تمام آیت خداوند میگوید که بما عقدتم. قسم دوم قسم یعنی عقد میشده است. سوم قسم غموس میشده است. اکنون قسم مادامی که به سه قسم تقسیم میشده است، باید که هر یک این ما جدا کنیم. این چیزی ضرور است، چون امروز در جامعه ما آدم ها خود از خود قسم میخورند. لیکن در نزد الله سبحانه و تعالی قسم خوردن بعضی قسم بود است که وی خداوند میبخشید است، بعضی قسم بود است که در وی جریمه تعیین کرده است خداوند، بعضی قسم بود است که وی را هم نمیبخشیده است، در وی جریمه هم نبوده است، در وی عذاب میکرده است. اکنون اینها را باید ما با تفصیل فهمیم. برای فهمیدن ما مثال میبریم. قسم لغو چی خیل قسم؟ یک قسمی که عادت شده است و یک کس کار گذشتگیش به خدا قسم خورده هوای ذکر میکند و مانند والله شب آمدم، میبیام نه والله شب آمدم، یعنی آمدگی بود حقیقتا شب، لیکن عادت کرده است همین هم خیلی گویتا میشد اما قسم میخورد. یا که والله ما رفتیم فلان تاریخ در فلان چایخانه یک طعام خوب خوردیم، گفته قسم میخورد. این الحمدلله جاهای ما کم هست، اما در دولت‌های عرب اگر ما فهمیم اگر هر یک چیزی گذشتگی به والله بالله گفته قسم میخورن. از همین سبب، از سببی که این قسم لغو هست بسیار پیدا میشود. الله رو مهربانیش بینه چی میگه؟ لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. خداوند این عادتاتون عادت خوب نیست، لیکن از سبب عادت کردگی حسیت و زبوناتون این به تیز میرود. خداوند برای شما مهربان است، شما رو این به عذاب نمیکند. اما قسمی که در آینده
نام الله را گرفته قسم میکند، عقد میبندد، اکنون همون اگر قسمش وای به جا نبیارد باید که کفارات دهد، باید که جریمه سپارد. مثال همین که قسم میخورد که به الله قسم من فلان کار میکنم، گفته یک کار میکند لیکن میبیاید و همون کار کردگیش نمیتواند کردن، از برای خاطر از همون قسمش خلاص شدن و جریمه باید سپارد. جریمهش هم خداوند در قرآن در همون آیاتی که قسم ذکر میکند بیان میکند. جریمهش کدام است؟ در همین آیات کریمه هم بینید خداوند برای مسکین و بیچارهان با امتیاز آفریده است. و کفارات و ایمانهم اطعام 10 مساکین. پروردگار میگوید که اگر شما قسم خوردید لیکن اکنون میخواهید که از همون قسمتون شما برایید، قسم شکنی کنید، چیکار کردنتون در کاره؟ شما 10 مسکین بعد طعام دید. اول خداوند اون امرهایی که با نوبت بیان کرده است باید که ما طبق همون ترتیبی خداوند دادگی همه به جا بیاریم. پروردگار در این آیه میگوید که اول 10 مسکین طعام میدید، لیکن طعام هم خداوند بیان کرده است که همون طعام میانه که شمایان میخورید. اکنون درباره طعام میانه علماها بحث میکنند. بعضی هاشون میگن که کدام طعام میانه، بعضی هاشون میگن بعضی کسا برنامه طعام خوری دارند، مثلا روز دوشنبه یک طعام، دوشنبه یک طعام، سه شنبه یک طعام. از همین میگویند که تفسیر این آیت به آن دلالت میکند که همون طعام مابین‌گیری میگیرند. مثلا روز دوشنبه اگر طعام شوربه داشته باشد، سه شنبه مثلا مستوى باشد، چهارشنبهش کباب باشد، این طعام مابین‌گیری میگیرد. این یک قول. لیکن صحیح ترین قول کدام طعام؟ صحیح ترین قول همون قولی که همون طعام میانه ای که نه قیمت نه ارزان یعنی معمول شده است. کسانی که همین نمود قسم میخونن یعنی شرط های قسم به جا میبیارن، قسمی که عقد میکنن زمان آینده با که به الله قسم فلان کار شود من فلان کار میکنم. اگه مثلا فرزندم اگر از فلان جا بیاید من یک گوسفند در راه الله ذبح میکنم، لیکن نمیتواند این قسم به جا آوردن، چیکار میکنند؟ برای خاطر از هم قسم برآمدنش بعد که جریمهش سپارد. جریمهش یعنی 10 مسکین طعام میدهد. خب بعضی علماها میگن که همون یک محل طعام، یک 10 مسکین جمع میکند، یک محل طعام میدهد، یا یک مسکین 10 روزینه طعامش میدهد. خب اکنون طعام نباشد چی؟ لباس. اگر داده تواند لباساشون، اگر لباس داده نتواند، اگر در همونجا یگان در زمان ما البته غلام داری نیست، یگان غلام آزاد کردن. مهربانی دین مبین اسلام ببینید، هم نسبت قسم خورنده هم نسبت کفارات قسم برای مسکین و کمبغلا خداوند میگوید که اگر طعام داده نتوانید، لباس داده نتوانید، یگان تا غلام آزاد میکردگی نباشد، فصیام 3 ایام، 3 روز میگوید شما روزه میگیرید. این دویم نوع قسم. یکمش قسم لغو بود که قسم عادت کردگی که و از زبان می اومد زمانی گذشته. دویمش هم میگه زمان آینده رو میبیارد و شرط هاش به الله قسم میخورد و همون شرط بیان میکند برای خاطر از همون قسمش برآمدن. در همین باره حدیث است، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که من گاه قسم میخورم، اگر همون قسم خوردگی من افضلش بینم، افضلترش بینم، کفارت قسم میتیم هم بهترش میکنم. حدیث صحیح است. اکنون سیومین نمود قسم چی است؟ سیومین نمود قسم این قسم الغموس، یعنی قسمی که یک چیز نکرده است یا که همون چیز میدوند که همون چیز هست در هوا، قسم میخورد و یک قسمی خلاف شریعت میخورد. برای مثال قسم میخورد میگه که مالش بزرگ میبرد، میگه که به الله قسم این مال من یگان عیب ندارد، لیکن میدوند که در همون مالش عیب است. قسم میخورد که در همون سلعه، در همون بوری که میبرد بزرگ با در هوای عیبه، لیکن قسم خورده چیکار میکند؟ عیبش میپوشاند. اکنون این قسم غموس میگم. غموس چی گفتن میگم؟ غموس قسمی که با واسطه همون قسمش اگر توبه نکند خداوند وی چیکار میکند؟ عقاب میکند.
و قسم اول نیست که خداوند وعده کرده که عذابش نمیکند، یا قسم دوم نیست که به واسطه جریمه از همون قسم آزاد شود، یا که این قسم وزمین است. برای خاطر این پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومده گفتن که گناه های کبیره کدام ها هستند؟ از همه بزرگترین پیغمبر خدا گفتن الشرک بالله و یمین الغموس. یکمش گفتن به خداوند شرک آوردن، دومش قسم بر دروغ خوردن. اکنون درباره قسم یک چیز دیگه گفتم در کار که خداوند در قرآن عظیم الشان به بسیار چیزهایی که در نزد وی قیمت دارن قسم میخورد. مثلا والعصر، و حیات ما و شما خداوند قسم خورده است، و تین به انجیر قسم خورده است، و شمس و آفتاب و به ماهتاب و دیگر چیزها قسم خورده است. این خاص الله است. اما بندگان تنها قسم خوردنی باشند به الله قسم میخورند. غیر الله و دیگر مخلوق قسم خوردنی بنده این گناه است. مثلا قسم به ارواح دادم، قسم به پیرم، قسم به کعبه، قسم به قرآن، اینا قسم نمی شود. چون که پیغمبر خدا میگن که لا تحلف، اصلا علاجش باشد قسم نخور. فان حلفت، اگر ضروریت قسم خوردن باشد فحلف بالله، به الله قسم خور. از اون معلوم میشد که اگر ضروریت قسم خوردن باشد میگن قسم به الله خور. لیکن ما یک چیز البته امروز مشاهده میکنیم که این بسیار هم یک عادت مضمونه هست که جوانهای ما این قسم ها را به جا میبیارن. حتی قسم به واسطه قسم هاشون یعنی عائله هاشون در مابین میگذارند. قسم خورده همون سخنی از همه وزمین تر است که غضب خدا را میبیارد، همون طلاق در مابین خورده مانده قسم میخورد. برای خاطر همینم البته این چیز باید که بنده مومن فرق کند که این قسم یک سخنی نیست که هم خیلی گویش، بلکه قسم یعنی نحو داشته است و قسم یعنی کفارت و جزاهای خود داشته است. بله، تشکر استاد. و چیزی که شما گفتید در مورد مخصوصا جوانو که گاهو از غایت سبک سری چون مثلا نمیدونن، این حتما اسم میکنم از ناآگاهی است که چون گفتید که واقعا این سه نمودی قسم هر یک زینه به زینه وزنی شده می آید و هر یک دست مثلا گوییم جواب خود را دارد. یک نفر بیننده ما زمان من همین برنامه اومدی میگیرد همون مراجعه او به خاطرم اومد. یک نفر گفت که شوهرش شراب خور است، چون مست شد میگوید که من دیگر شراب نمیخورم و چون هوشیار شد باز کارش رو دوام میدهد. من میخواستم در مورد قسم خوردن و شکستن آن. خب البته درباره شخصانی که مست هستند در حالت ویها بعضی روایت ها هسته، لیکن اصلا شراب خوردن این خودش گناه کبیره است. چون که خداوند در قرآن عظیم الشان شراب همین نوعهاش قطع حرام کرده است. کل مسکر خمر و کل خمر حرام در حدیث پیغمبر آمده است. یعنی همه مسکننده ها و ها خمر هستند و خمر همش حرام است. ام الخبائث. و حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الخمر ام الخبائث، عرق مادر همه گناه ها است. حقیقتا وقتی که انسان این گناه که صادر کرد جمعی گناه ها رو میکنه. درباره پیغمبر خدا چرا این حدیث ام الخبائث گفتن؟ یک حدیث یک حکایه طولانی است. یعنی این هم باشد البته برای خاطر در ذهن آدم ها نقش جایگیر شدنش این یک گفته میگذاریم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در زمان بنی اسرائیل میگویند یک شخص صالح بود میگن دعاش مستجاب میشد. البته در هر یک عصر و زمان انسان از خدا ترسد، از چیز حلال خودداری کند، ان شاء الله دعاش مستجاب است. در همون وقت یک شخصی که بود دعاش مستجاب بود، لیکن برای خاطر راهبر که یک راهبر ناعادل بود، راهبر ستمگار بود، ظالم بود، در حق همون راهبر دعا میکرد، همون راهبر گاه کارش پیش نمی رفتن. این شخص را گفتن اکنون بیارید یک علاج کنیم وزیرا همون کار همون انسان یک چیز حرام تیم که شاید که از همون کار یک گناه کند که دعاش مستجاب نشود. وزیرا وی را آوردن در نزدش یک شراب موندن، خمر موندن و این چنین در نزدش یک بوده کیاش موندن و یک ضعیفه هم موندن. گفتن که تو اول
از همین سه گناه یکیش میکنی نکنی اگر ما تو رو هلاک میکنیم. وای خدا رحم خورد گفت من چه به این مرد بیگانه و این زن بیگانه زنا میکنم که خداوند حرام کرده است، گناه کبیره است و این گوده که بیگانه من چه قتل میکنم، اینم گناه کبیره است. خیلی بیا شراب می نوشم همین شاید که با توبه کنم بعد از 40 روز خداوند گناه من بخشد گفته. و همین امید شراب نوشید وقتی که شراب نوشید شاید که وزنی تاثیرش کرد، بعد از شراب نوشیدن اون دو گناه دیگر هم صادر کرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ان همین قصه رو گفتن و اول خمر ام الخبائث مادر گناه بودنشه، یعنی پیغمبر خدا بیان کردن. حقیقتا حاضر سوالی که داده جدا سوالی به مورد است. بسیار شخصا میبینن مراجعه میکنن یکی از سبب‌های فحشخوری عائله هاشون در حالت مستی ان همین کار کردن، عائله هاشون قسم میخورن. اکنون شخصی مست در حالت مستش که قسم خورد و البته یک چند گناه کبیره را صادر کرده است. یکمش همین که خلاف امر خداوند شراب نوشیده است. پیغمبر خدا چی گفت؟ خداوند در قرآن میگوید انما الخمر والمیسر والانصاب والرجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. پروردگار با لفظ بسیار هم شدید از این دور شوید، این کار شیطان است گفته. خداوند در قرآن بیانش میکنه. اکنون از این معلوم میشه که وقتی مدام که وای شراب نوشید و گفتی خدا را ترک کرد، پیروی شیطان کرد، دعوت شیطان برای شراب نوشید. بعد از شراب نوشیدن با مست شد، غیر از این کار کردنش با قسم میخورد. در این حالت البته وای یک چند گناه کبیره را قسم وای هم به عنابت گرفته میشود. بعضی علما ها میگویند که قسم نه که البته وای مادامی که در حالت گناه این وای برای خاطر وای وقتی که از همون مستی رفت خواهد که زندگی میکند، شاید که برای خاطر وای هم اگر آینده همون قسم است بنا استدو، چون که وای لفظی قسم دویم یعنی قسم منعقد می‌دارد. قسم دوم ما گفتیم که یعنی جریمه دارد، کفاره دارد، به همین قسم داخل می‌شود. وقتی که وای اومد شاید که آینده همون در آینده با هم اذیت داد و قسم خودش شکست، باید چیکار کند؟ کفارت تعام کرد. بله استاد تشکر. و ما فکر میکنم چون در مورد جوانان گفتیم امروز در مورد همون یگان کاری را کردن شوند، حتی یک مدتی شد که یک گروه جوانای ما به راه‌های بد رفتند و گروه‌های افراطی شامل شدند و حتی اندیشه ها بود که مثلا گاه والدان از آیاتی زیق شدند، میگفتند که شاید اینها یگان قسم خورده است که مثلا همون های اندیشه هاش به پیروی میکند. مثلا همین چگونه ما توانیم که وقتی گوییم جوانات سری همین مسئله گوییم کاربری میکنند با مسئولیتانه باشد استاد؟ حقیقتا پیش از سوال شما را جواب دادن، حاضر ما در همین کوچه ها میگردیم، طلبه ها از مکتب میبرایند، شاید که صنف 3 و 4 به نام خدا قسم، به نام الله که این است، به نام این چیزها، اگر باور کنید یک 15-20 سال باز این چیزها کم بود، ما نمیشنیدیم این چیزها را در کوچه ها. البته شما چیز با خبر دارید، چون شما با جوان ها با دانشجویان سر کار دارید، خودتون دانشجو بودید، اما امروز ها میبینیم ما در بین همون طلبه ها این چیز خیلی هم رواج یافته است که این یکی خصلت خیلی هم ناخوب است که نام الله را قسم میخورن، نام الله را گرفته یک خار کردن نام الله است، خود از خود به یگان وجه یک قسم میخورن. از برای خاطر همینم درباره آن جوانانی که حقیقتا وقتی که همین چیزها پیدا شد، شورای علمای دین جمهوری، شورای علمای دین ولایت به نظام همون جوانهای گمراه شده که وایها را خصوصا حزب تحریر برآمدگی بود. وقتی که ما به همون نظام نامی حزب تحریر که یک شناس شوید گفتن این از کجا هست، این چی هست گفتن، وقتی که به همون نظام نامه شناس شده ما حقیقتا انا همون قسم و واسطه قسم دروغ راههای خود خوشرو کرده. چطوری که گفتیم که یک انسانی که مالش عیب دارد لیکن قسم خورده مالش به عیب خوشرو کرده نشان میدهد و ایها هم به واسطه ان همین قسم یمین الغموس، قسمی که وای نادرست است، گناه است، باطل است، برنامه خود خوشرو کرده جوانان ما رو گمراه کردند. خصوصا در ان همین داخل شوی به حزب تحریر
انا همین چیز رول اساسی را بازید که در برنامه و یا در نظامنامه و یا همین است که وقتی که یک جوان پیروی و ها کرد و قسم میخورده است در نزد گواه ها پیمان میبسته است که و یک چند جوان دیگر باید که چیکار کند گمراه کند و قسم میخورده است که این سر و اسرار تنها ما بین همون جوانان گمراه شده باید به دیگر کس فاش نشود. البته این هم ان همون نمود سیومین قسم که خوردنش من است و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از گناههای کبیره گفتن این هم از جمله ان همون قسم ها یعنی داخل می شود. یکی یک موضوعی حاضر چطور بسیار بیان کردید درباره همون جوانانی که به عائله هاشون به همسرهای خود قسم میخورن که من به خدا قسم تو فلان جا رفته درایی اگرچه خانه پدر روی تو فلان چیز گفته لفظ میگیرن. ببینید که در اینجا در همین باره حقیقتا امروز این چیز بسیار هم بسیار هم پنج شده است. برای خاطر همین هم باید که جوانان خصوصا پدر و مادرها این چیز باید که به جوانان فهمونن که این لفظ گفتن این لفظ با این لفظ قسم خوردن پیش از لفظ خوردن قسم خوردن این لفظ نام الله را گرفتن یکی از چیزهایی هست که برکات از همون خانه دور میکنند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیثشون محرمه کرده میگن که یک چند چیز هست که یک چند چیز را نصف میکنند. از سبب قسم بر دور خوردن و قسم به اهل و عائله خود خوردن برکات همون خانواده نیست میکنن و برکات همون دیار حتی نیست میکنن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که خمسون بخمسین در عوض 5 چیز میگن خداوند 5 چیز عطا میکند. در عوض قسم بر دروغ خوردن و به قسم وفا نکردن و قسم خوردن و قسم کفارتش نداده از همون قسم برآمده بی پروا گشتن برکات همون دیار کم میشه میگن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. بله استاد واقعا بسیار اینجا نکته ها رو واضح مکمل اینجا شرح دادید و در انجام برنامه ما میخواستم صحبت امروز را یک نتیجه گیری خلاصه گیری میکردید. حقیقتا نتیجه گیری از این صحبت همین گفتنی هستم که الحمدلله این شکر الله است، این نعمت استقلالیت است، نعمت تنجی و آرامی است که من خداوند ما در این برنامه برآمده به قدر توانایی از گفت خدا، از گفت رسول خدا، از گفت پیشوای مذهبی خود امام ابو حنیفه و از بزرگان خود چند چیزی را که البته میگوییم این مسئولیت ما هست و شنوندگان عزیز وقتی که این چیزها را که میشنوند البته باید عمل کردنشون هم برای وها واجب میشود. چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی که مرحمت میکنن که در پیشگاه الله از 5 چیز پرسیده میشود، یک تاش همین است که وقتی که یک چیز خوبه با دلیل و با حجت شنیدید و هوای عمل کردن فردا پروردگار از شما میپرسد که چرا هوای را شنیده، چرا خوانده، چرا به هوای عمل نکرده. فقط در آخر گفتنی هستیم که این چیزهایی که ما میگوییم هر سبب خطاگی که باشد پروردگار ما را مغفرت کند و اون چیزهایی که میگوییم البته به قدر توانایی بینندگان عزیز اگر به قدر قبول کردناشون این چیزها را قبول کنن و اینها یعنی عمل کنن ان شاء الله این برای هدایت انسان ها است و برای یعنی پربرکات شدن دیار است. تشکر استاد. تشکر زیاد برای اشتراک شرح این موضوع. در انجام دیگر چیزی گفتم باقی نمیماند به خاطر اونه که واقعا موضوع بسیار حساس نازک است و اینجا بیشتر سخن سری مسئولیت میرد و هر یک سخنی که ما میگوییم پیش از همه دانسته گوییم، سنجیده گوییم و با مسئولیتانه گوییم. این برنامه چراغ هدایت بود. خانه‌تان آباد باشد. خیر.